به عنوان کسی که چندین بار به آدما فرصت داده میگم ذات آدما تغییر نمیکنه. اگه هم تغییر کنه منفعتش ایجاب میکنه که موقتاً تغییر کنه. امیدوارم دوباره بر نگردید سمت چیزی که خدا تازه ازش نجاتت داده. بعضی از آدما از قصد یه حرفایی میزنن، یه کارایی میکنن که بهانه‌ای باشه برای قطع ارتباط. به همین خاطر پیگیر قهرهایی که مقصرش نیستی نشو. اگه زیادی به سطل آشغال اهمیت بدی فکر میکنه گاف صندوقه. چه خوبه که آدما رو با گردش زمان بشناسی نه با چرخش زبان.